میدونستی سوختگیری تمام اجزای جهان هستی به یک شکل الا انسان و عدم درک همین باعث فقر و بدبختی نسل امروزه. موتور میگه اگر بخوام از اینجا تا اینجا حرکت کنم اول تو باید سوختو بدی، بنزینو بدی. گیاه میگه اگر بخوام از اینجا تا اینجا رشد کنم اول باید سوختو بدی، خاک و آب رو بهم بدی. لامپ میگه اگر بخوام روشن بشم اول باید بهم انرژی رو بدی. چون همه چیز در جهان هستی این شکلیه، اول سوخت بعد حرکت. انسان هم فکر میکنه خودش هم اینجوریه، اما نه. انسان ناآگاه میگه اگر بخوام تو زندگیم اقدامی کنم، حرکتی کنم، رشدی کنم اول نیاز به سوخت دارم. سوختم چیست؟ دوپامین. دوپامین چیست؟ همون انگیزه. چرا؟ چون ناخودآگاه فکر میکنه مثل همه اجزای جهان هستی. اما انسان فرمول قطعیش این شکلیه، ابتدا حرکت میکنه و بعد سوخت لازم، دوپامین لازم، انگیزه لازم به دست میاد. یعنی اگه منتظری انگیزه به دست بیاد بعد اقدام کنی، بدون هنوز سیستم وجودی انسان رو نشناختی و اینکه میبینی اکثریت اقدامی نمیکنن و خام از دنیا میرن چون منتظرن انگیزه به وجود بیاد بعد اقدام کنن. اینکه میگم اگر تو مسیر خودشناسی بیفتی یه جور دیگه اقدام میکنی و یه جور دیگه زندگی میکنی، یعنی همین.